4 دخترچه دارم. شوهرم شرط مانده است که اگر پنجمش بچه نباشد تو را طلاق میدهم. آیا من چی کار کنم؟ برادرای عزیز، باور کنین در این سخن وقتی کدام مردی همین پرینسیپ ماند، به نام خدای مهربان قسم در هر یک حرفش ای نزد خدا تو لعنت میشنوی. هر حرفش ده. این بسیار یک گناهی بزرگی هست. خداوند در قرآن خبر میتید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم در سوره مبارکه شورا هست آیت 50 لله ملک السماوات والارض یخلق من یشاء یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء ذکورا او یزوجوهم ذکرانا و اناثا و یجعل من یشاء عقیما انه علیم قدیر. برادرای عزیز و گرامی، ملک، زمین، آسمان همه از الله هست. یخلق من یشاء، خدا میگه می آفرم هر چیزی را که میخواهم. یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء ذکورا. خدا میگه دختر دادن این ای نزد منه، بچه دادنم ای نزد منه. او یزوجوهم ذکرانا و اناثا، خدا میگه اگر دخترم دادمت بچه‌ام دادمت یم ای نزد منه. و یجعل ما یشاء عقیما، خدا میگه اگر به شرط تماما فرزندت ندادم این شم ای نزد منه. انه علیم قدیر، خدا میگه من عالم هستم، من قادر هستم. برادر عزیز و گرامی، تو ببین که نزد الله بوده. ولی دخترچه هایی که تو داری 4 دخترچه همین را الله بر تو داد. اگر چند بچه نداد. حضرت لوط علیه السلام پیغمبر بودن، حضرت شعیب علیه السلام پیغمبر بودن، دختر داشتن بچه نداشتن. حضرت ابراهیم فقط بچه داشتن دختر نداشتن. پیامبر نازنینمون هم بچه داشت هم دختر داشت. لیکن حضرت یحیی پیغمبر بود، حضرت عیسی پیغمبر بود، لیکن فرزند نداشتن. آیا اینهایی که فرزند نداشتن باید چیکار میکردن؟ رنگ تواری مقصد انسان ابله بگیم پرینسیپ باید میموندن؟ یا حضرت لوط و حضرت شعیب دختر داشتن، رنگ تو بر این آدم ابله باید پرینسیپ میموندن؟ نه، برعکس در هر یک فرزندی که میآید برادر عزیز و گرامی به او شکرگزاری که خداوند این فرزند در تو لایق دیده. آدما رفته از چی کارهایی را نمیکنن، چی بدبختی هایی در مقصد مبتلا میشوند، نه جادوگر میماند، نه فالبین میماند، نه مزار میماند، نه قوریسان میماند، در تمام جا سرشون میزنند که خدا فرزند شونتیت فرزند شون نمیتد. ببینید فرزند شونتیت فرزند نمیتد. بعضی هاشا فرزند داده است بیچاره دست پاشون کار نمیکند، همون را دوستداری و به همون محبت دارن که فرزندی ما هست. ترا 4 دختری سالمه که خوشروت داده است. تو این چی مثال؟ خیلی خیلی مثال. تو طرف الله به خدا قسم توبه کن که به این سخنت حتما ببین یگان آفت به سر این فرزندکات میاد، یگان آفت به سر خودت میاد، اینجا غضب خدا میشود، زیرا تو در نعمت الله مهربان ناشکری کردی سی. برای همین الله گفته سی که یعنی اینا هم ای نزد منن. شاعر میگو مشو غمگین اگر دختر بزادی، که در دختر بود پیوسته شادی. بسا دختر که صاحب تاج گردد، به نزدش 100 جوان محتاج گردد. ولی انشاءالله اگر خدا عمرت بده پگای دخترکا را تربیه خوب کو، اگر شوهرای خوب شون بیا بته، باور کن همین داماد خوبم داماد خوب باشم همه مای فرزند هیچ کمی ندارم. دامادی باشد که خود را احترام کند، خوشتامن احترام کند، دیگه ما چی از او مثال درخواست داریم؟ برای همین دخترهای هست امروز در همین عصر، دخترهای هست که به نام خدا قسم ای هزار همین بچه هایی که امروز مثال فقط کارشون
آدم کشی و کارشان مقصد پاپیروس کشی و مخدرات و تجارت های حرام و مقصد چی جنایت های وزبینی که دارن. بسیاری بچه هایی است که پدر و مادر را تماما انسان نمی شمارن. همین خیل در عوض همین خیل بچه همین دختره که باشد که دوست دارید کند، بین حرمتت کند، به قدرت برسد، البته این نور بالای نور می شود. برای همین این عین از خدا های در این ناشکری نکنیم. ولی اگر به شرط جهت دنیاییش بگیری، ولی یک دکترا را بپرسین بگین که سبب بچه نآمدن چیه؟ میگه سبب بچه نآمدن این از طرف مردک وابستگی داره. برای همین اگر طرف تیپش هم که بگیری گناهگار تویی، طرف شریعتیش هم بگیری با این نعمتهای خدا دادگی شکر گذاری کن. این خیلی پرینسیپ نمون که بسیار الله مهربان سرگردانت میکنه، بسیار شرمندت میکنه. پگاه ایره طلاق هم که یک زن دیگر هم بگیر یا از اوش تماما نمیاوی یا از اوش هم ممکن با دختر دارد کنه. لیکن ممکن که دیگر او دخترهایی را که در این باید که خصلت‌های خوب یا گویم انسان‌های شریف میشیدن، ممکن از روی همین بدبختی تو این دخترات هم همون راه نیک انتخاب نکنن. خلاص بس روی خداوند توبه کو و با این دخترچکات شکر گذاری که هیچ باکی ندارد. پیامبرا را ببین صاحبای دختر بودن، بچه نداشتن، لیکن همه شکر گذاری میکردن، ایرا نعمت میشماریدن.